الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که قامت چند نمود گفته می شود، چرا که در بعض جایها دیدیم که قامت رو مثل ما چاربار یعنی جفت نمیگویند بلکه طاقه میگویند. پس به ما بیان بکنید که کدام از این درست است. بارک الله فیکم. در حقیقت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که رسول الله دو نمود قامت گفتن را به صحابگان، به بلال رضی الله عنه و به ابی محذوره او ابو محذوره رضی الله عنه تعلیم دادند. بلال رضی الله عنه این ندا کننده اذان در مدینه بودند. وقتی که رسول الله به مکه می روند، در مکه به ابو محذوره تعلیم می دهند که چگونه اذان بگوید و چگونه قامت بگوید. پس بارک الله فیکم، خیلی که بیان کردیم در سنت صحیح هر دوی نمود قامت هم درست است. قامتی که یکمینش 11 جمله دارد، دویمین نمود قامت 17 جمله دارد. قامت یکم این قامت است که سه مذهب جمهور علما، مذهب امام مالک، احمد ابن حنبل، امام شافعی میگویند. اما این قامت چگونه قامت است؟ این قامت این است که الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله. یعنی وقتی که تکبیر میگه، تکبیر را جفت میگه. تکبیری که 4 تا بود، الله اکبر که 4 تا بود، 2 تا میکنید. و قد قامت الصلاة البته 2 تا و دیگرش 1 تا. بارک الله فیکم. تنها به تنها گفته میشود و عموما 11 جمله میشود. و اما مذهب مالک از همین 11 جمله قد قامت صلات هم 1 بار میگن، 10 جمله. و در حقیقت در این مسئله حدیث صحیح وارد شده است. حدیث این مذهب حدیث است که امام احمد روایت میکنند به شماره 15881 حدیث و ابو داوود به رقم 499 از عبدالله ابن زید روایت میکنند که قال که عبدالله ابن زید عموما این حدیث دور دراز است، خواب میبینند و به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میبویند و این خواب دیده اشان را نقل میکنند که در این خواب ندا کردن اذان را الله سبحانه و تعالی به عبدالله ابن زید تعلیم داده بود. یعنی اذان گفتن و قامت گفتن. قامت گفتن در همین جا قامت طاقه آمده است، نه به مثل که عادتا در تاجیکستان قامت میگویند 4 بار الله مثل اذان، نه، بلکه چخیلی که حالا گفتیم در 11 جمله قامت آمده است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند که برا ای عبدالله ابن زید به بلال تعلیم بده و بلال صدایش که بلند است به مردم ندا بکند. و البته این روایت صحیح است. البانی هم در صحیح ابو داوود با رقم 469 ذکر کردند و این گفتیم اختیار جمهور علما مالک، شافعی، احمد ابن حنبل است که میگویند قامت طاقه است. یعنی تکبیر الله اکبر 2 بار گفته میشد و دیگرش 1 باری و قد قامت الصلاة هم 2 بار و این قامت بود. البته 2 مذهب در مسئله اذان اتفاق میکنند، یعنی در شماره اش، گرچنده که در نمودش اختلاف میکنند لیکن در شماره اش، شماره جمله هاش اتفاق میکنند. و مذهب دوم مذهب ابو حنیفه رحمه الله که قامت گفتن را 17 جمله میگویند که این است: الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله. یعنی قامت در نزد مذهب ابو حنیفه مثل اذان است و بر این 2 جمله زیاد کرده است. قد قامت الصلاه به همون اذان گویا که با قد قامت الصلاه میگید. بارک الله فیکم. البته ندا کردنش مثل اذان نیست، زودتر گفته می شود، قامت است، اما عدد جمله هاش مثل اذان و 2 جمله از اذان زیاد کرده می شود
که البته در این هم دلیل وجود دارد. خیلی که دلیل این صیغه قامت گفتن این روایتی که امام ابو داود در سننشون با رقم 502 و امام ترمذی با رقم 192 و نسائی با رقم 632 و ابن ماجه در سننشون با رقم 709 روایت میکنند از ابی محذوره رضی الله عنه که میگوید علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. الأذان الله أكبر عموما میگویند و قامت رو ذکر میکنند. ثم قال فمن صوتك ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. عموما در اینجا والإقامة 17 كلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. و البته این حدیث هم حدیثی صحیح است، در کتاب سنن ذکر شده است و حدیث صحیح است. البانی باز در سنن ابی داوود در با رقم 474 این رو هم صحیح میکنند و این اختیاری گفتیم قامت گفتنی مذهب امام ابو حنیفه است رحمه الله. پس هر دوی این نمود قامت گفتن هم 11 جمله یا که 17 جمله، یعنی یا به مذهب مالک شافعی احمد یا به مذهب ابو حنیفه، هر دویش هم درست است و صحیح است. یکیش رو عبدالله ابن زید روایت کرده است که همیشه چخیلی که امام بخاری و مسلم روایت میکنند که بلال در نزد رسول الله همیشه قامت رو 11 جمله میگفت، یعنی الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قام الصلاه الله اکبر لا اله الا الله. بلال در مدینه همیشه رضی الله عنه در نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همچنین قامت میگفتند و این روایت رو انس ابن مالک خادم رسول الله میگن که این قامت گفتنی بلال در نزد رسول الله بود و همین روایت رو امام بخاری و مسلم روایت کردن، یعنی صحیح است. و قصه ابو محذوره صحیح است که رسول الله وقتی که به مکه میروند به ابی محذوره قامت رو مثل بلال گفتنی بلال نه بلکه زیادتر از وی، یعنی مثل از آن گفتن و قامت رو قد قامت صلات رو با اضافه کردن 17 جمله میگند. پس هر دوش سنتی صحیح است و علما به مانند شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله و ابن القیم الجوزی میگن که بهترین مذهب در همین مذهب از آن گفتن این مذهب اهل حدیث است. یعنی مذهب اهل حدیث این است که هر دوی این حدیث رو قبول میکنیم و در بعض حالت یکی این رو در بعض حالت دیگرش رو، یعنی به هر دوی حدیث عمل میکنیم. اما تعصب کردن، یکی اش رو صحیح گفتن و دیگرش رو ضعیف گفتن و ترک کردن، یکی اش رو حق گفتن و دیگرش رو باطل گفتن، این از اهل مذهب اهل حدیث نیست و این از مذهب حق نیست، بلکه حق این است که هر چیزی که از رسول الله ثابت شده باشد، 2 نمود یا 1 نمود یا چندین نمود، همه اش رو ما قبول میکنیم. به مانند قامت که 2 نمود وارد است ما قبول میکنیم، در بعض حالت این نمود رو در بعض حالت دیگر نمود رو، هر دوش رو عمل میکنیم. چگونه که قپیدن دست در نماز 2-3 نمود ذکر شده است، همش رو روایت میکنیم. خیلی که رفع الیدین کردن 2-3 نمود روایت شده است، همش رو قبول میکنیم. بارک الله فیکم. پس این بود مذهب حق. اما یکی اش رو حق گفتن و دیگرش رو باطل گفتن، این سخنی اهل بدعت است، بلکه هر دوش سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله است، چرا که به هر دوش حدیثی صحیح دلالت میکند.